ز سرما در جاده‌های سالنگ بیداد می‌کرد. برف همه جا را پوشانده بود. باد تند هر رگ‌وذری را مغز استخوان می‌لرزاند. یک بس پر از مسافر آرام و با زحمت از سربالایی بالا می‌رفت. مردان، زنان و کودکان همه در سکوتی پر از اضطراب فرو رفته بودند. راننده پایش را روی گاز فشار می‌داد، اما احساس می‌کرد که بس توان بالا رفتن ندارد. این کلینر جوان از همان ابتدا جای مشکل شده بود. او خوب می‌دانست گر بس در این سراشیبی گیر کند و عقب برگردد، سقوط آن در دره عمیق حتمی است. همانطور که انتظار می‌رفت، ناگهان پس لیز خورد. شروع به عقب رفتن کرد. صدای جیغ کودکان و فریادهای وحشت زده بلند شد. راننده تلاش کرد کنترل کند، اما دیگر دیر شده بود. این با عجله از بس پایین پرید. دی به جاده و چرخهای در حال لغزش نگاه کرد. سریع به سمت عقب دوید. تخته‌ای را پشت تایرها گذاشت، اما بس همچنان حرکت می‌کرد. استایش از سرما می‌لرزید، اما او فقط به یک چیز فکر می‌کرد: نجات مسافران. یک لحظه بیشتر وقت نداشت. تصمیمش را گرفت. با تمام توان پشت بس ایستاد. پایش را زیر تایر گذاشت. فشار وحشتناک بود و او عقب نکشید. آخرین نیرویش را به کار گرفت و وزنش را پشت تایر گذاشت. و ناگهان پس ایستاد. سکوت سنگین حکم فرما شد. مسافران که تازه متوجه شده بودند از مرگ نجات یافتند و با وحشت و حیرت از شیشه ها بیرون را نگاه می‌کردند. اما امین دیگر ایستاده نبود. او زیر همان تایر که متوقف کرده بود جان داده بود. روز در همان جاده رمانانه جان خود را فدا کرد. سنگ قبری قرار دارد. مردم آن را قبر کلینر می‌نامند. مسافری که از آنجا می‌گذرد گاهی به این یادبود می‌اندازد، با احترام فاتحه‌ای می‌خواند. او دیگر در میان ما نیست، اما فداکاریش همیشه در دلها زنده خواهد ماند. تو هر شاد یادش یاویدان.